نکته‌ای که وجود داره کتابخونه MPL فایننس به صورت دیفالت رو سیستم شما نصب نیستش. برای اینکه بتونید استفادهش کنید باید قبلش با دستور پیپ اینستال MPL فایننس این کتابخونه رو نصب کنید. من اگه الان اینو بزنم ببین برای من الان میزنه already satisfied، یعنی همین الان هم وجود داره و نصب شده. بنابراین مرحله اولیه که باید انجام بدید و مرحله دوم اینه که بیاید و ایمپورتش کنید و بعد اینکه ایمپورتش کردید بتونید ازش استفاده کنید. من ایمپورت کردم MPL فایننس و از چی؟ از MPF. حالا میام و باهاش نمودار رسم کنم. اینم دیتایی که گرفتم. یه دیتا گرفتم که اگه نگاه کنید همونجور که گفتم از تاریخ 2/5/2022 ببین از 2/5/2022 تا 2/9/2022 اوپن های لو کلوز ادجاست کلوز و والیوم. توی چیز اخیرش کردم تو DF خیلی راحته. میزنم چی؟ میزنم MPL.plot کن MPF که همون کتابخونه MPL فایننس پلات کن چی و دیتا فریم رو. چه تایپی بهش میدیم؟ بهش تایپ کندل میدیم و این میاد وقتی اینترش میکنیم میاد میبینید کندل استیک نماد رو برای ما رسم میکنه به این صورتی که میبینید. بس خیلی راحت و سریع میتونه برای ما این کار رو انجام بده. حالا تایپ های مختلف نموداری دیگه هم میتونه برای ما رسم کنه. مثلا رنکو یه تایپ دیگه از نموداره، این نمودار رنکوش هستش که رسم میکنه. یا مثلا لاین رو اگر بزنید همون نمودار لاین رو برای شما رسم میکنه. یا PNF رو اگر بزنید میبینید که یه نوع نمودار دیگه است که برای شما ترسیم میشه. و کندل هم که زدیم پس میبینید که چند نوع نمودار مختلف برای شما رسم میکنه. البته خب خیلی کارها این کتابخونه MPL فایننس خیلی کارها میتونه انجام بده، ولی فعلا حالا در همین حد اگه داشته باشیم کافیه. مثلا بگیم که حالا 3 و 21 هم اینجا رسم کنه. مثلا نگاه کنید این مووینگ اوریجیه که انداختیم روی چارتمون، مووینگ اوریج 3 روزه و مووینگ اوریج 21 روزه. حالا مثلا یه خورده کمش کنم 9 روزه رو بندازیم به این نمودار مووینگ اوریج 3 روزه و مثلا مووینگ اوریج خیلی راحت اومد مووینگ اوریج 3 روزه و مووینگ اوریج 9 روزه رو انداخت روی نمودارمون و می‌بینید مثلا چقدر قشنگین هی نمودار یاهو اصلاح کرده، خورده به مووینگ 9 روزش برگشته بالا، خورده به میانگین 9 روزش برگشته بالا و چندین بار این عمل افتاده تا زمانی که اومده میانگین 9 روزش رو شکسته به سمت پایین و حالا همون میانگین 9 روزه که حمایت بوده تبدیل به محدود مقاومتی شده. یعنی اینجا خواسته بیاد بالا، خورده به میانگین 9 روزه و برگشته پایین. الان هم که داره میره بالا احتمالاً دوباره برخورد کنه به میانگین 9 روزه و نتونه عبور کنه. جای مختلف میبینید که این نقش حمایتی و مقاومتی خوبی رو بازی کرده. حالا این بحثایی که میگم بعداً بیشتر راجعش صحبت میکنیم. حالا هر جا که لازممون شد ازش استفاده میکنیم و کاملش میکنیم. ورودی‌های مختلفی این دستور میگیره که حالا ما چند تاشو گفتیم و چند تا دیگه‌اش رو هم در ادامه خواهیم گفت.